انا لله و انا الیه راجعون. همه ما و شما از خدا هستیم و بازگشت ما و شما به سوی خداست. از همین لحاظ میدانم که در دنیا هیچ کس باقی نیست. اون که آمد به جهان اهل فنا خواهد بود، اون که پاینده و باقی است خدا خواهد بود. که بهترین گنج و با ارزشترین چیز من از دست دادم. والله قسم بدن شما کمتر خدمت آرامیس میکنم، چون که انیسم مونیسم تمام دارایی من این مادر من بود. هر برآمدگیم این مرا دعا میداد، دایم قطیم شوخی میکرد، دایم از برادرای من میپرسید، دایم از همه کار و فعالیت من میپرسید که چی حال داری. من امروز این مادر آخران بار ای خانه گسیل میکنم، انشالله که کار میکنم که روح مادر شاد باشه. در این حیات در زندگی اگر یگان کمبودی و کوتاهی از مادر ما سر زده باشه، ای همه شما عذرخواهی میکنم. اگر چی طلب و طمع باشه، یگان معامله ناتمام مانده باشه، انشالله که من تیارم که پرداخت کنم. و از یکایک شما اظهار منتداری میکنم که در این روزی مصیبت، در این روزی وضعبینی شما در نزد من آمده و در بر من راستی سوده. اجر و ثواب و حسنات و نیکی را براتون خواهانم از خداوند. و سفر مادر مرا خداوند سفر مبارک بگردانه و پروردگار قبر تا باغی از باغهای جنت بگردانه و سوال منکر و نکیر الله براش آسان بگردانه. جنت الفردوس که بالاترین جنت ای الله مهربان برای همون جنت الفردوس برای مادر من با نصیب بگردانه. مادر جان تو آخران برآمدن در خانه من ای انشالله کار میکنیم که دایم همه روح شاد باشه. خداوند سفر تا بازم مبارک گردانه. باره جان انجا بیشتی نمخطی استا بسته لیادا بعضی جانساز است. رفتن این مادر من خیال میکنم که از تمام مادرها فرق داشت، چون که هر لحظه و هر ثانیه و دقیقه در فکر من بود، در یاد من بود که بچم چی حال داری. فقط هر باره که من از خانه میبرامدم دست بالا میکرده، دعای بر من میداد. هر چی که من دارم و یافتم این دعای نیک مادر من است. امروز در این روزی مصیبت که شما در بر من هستید، استادای بزرگوار میبینیم، همه عالما و دانشمندای شناخته، بسیار اظهار منتداری میکنم. خودم یکایک شما را مبارک میگم. از پروردگار طلب و تمنا میکنیم که همان قرائتینی که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفته است در نامه اعمال یکایک شما کتابت بفرمایه و کدومی شما را بازم مبارک گردانه و سفری مادر من سفر مبارک قبرش باغی از باغهای جنت بگردانه و پروردگار سوال منکر و نکره براش آسان بگردانه. جنت الفردوس که بالاترین مقام برای مادر من و برای تمام اهل این قبرستان با نصیب بگردانه. شامده هر یک لغزش و هر یک سهو و خطاها را الله مهربان با فضل کرمش بخشیده گرداند و روح مادر الله مهربان شاد کند. باقی مانده فرزنداش الله مهربان عمر دراز و ایمان کامل و خدمت همه شما دوستا و برادران را الله مهربان اجر عظیم رسانده گرداند. برادرای عزیز، انشاءالله ما صحبتی دراز کردنی هم نیستیم، زیرا که در اینجا الحمدلله که بسیار صحبت ها را گوش کردیم. هر یک لغزش و هر یک سخن و خطاها را
اکرم صلی الله علیه و سلم جاء رجل الى رسول الله صلی الله علیه و سلم پیش حضرت آمدن و گفتن که گواهی میدهند که الله یگانه است و گواهی میدهند که محمد رسول برحق است. بعد از آن گفتند بعد آنی که من گواهی میدهم الله یگانه است، گواهی میدهم که محمد صلی الله علیه و سلم رسول برحق است. بعد گفتند و صلیت الخمس، حضرت گفتند و 5 وقت نماز ما هم انشاءالله ادا میکنیم، هیچ کار دنیای مانع نماز ما نمیشود و هیچ وقت هم برای خاطر کار دنیا هم نماز ما ترک نمیکنیم. بعد از آن گفتن و ادیت زکات مالی، گفتن پیامبر که آن چیزی که دارد این مرد بیان دارد، یکم شاهدی داد که الله یگانه است، رسول برحق است، 5 وقت نماز ما ادا میکنم. بعد از آن گفت مالدارم پولدارم، از مالها من باید زکات هم بتونم. بعد از آن گفت و صوم رمضان، هرگاهی که ماه رمضان می آید از ماه رمضان هم روزه میگیرم. وقتی این کلمه ها را برادرای عزیز این مرد پیش رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بودن، گفت من مات علی هذا کان مع النبیین و صدیقین و شهداء و صالحین. حضرت گفتن اگر کسی مثل همین مرد باشد، شاهدی دهد که الله یکتا و یگانه است، رسول او برحق است، 5 وقت نماز خواند، از مالش زکات دهد، از رمضان روزه گیرد، هر کسی با همین راهی که این بنده اختیار کرده است داشته باشد، روز قیامت این آدم همراه پیامبرها، همراه صدیقان، همراه آدمانی با عزت و با اکرام و با احترام نزد الله مهربان محشور می شود. حضرت وقتی این سخن گفتن برادران عزیز، بعد گفتن دستش میگه برداشت یا انگشت و نصب اصبعین، گفت مگر برادرای عزیز ببینیم بعد آن چیزی که این مرد گفت مگر ما لم یعق والدی، لیکن مادامی که همین انسان پیش پدر و مادر آغشیده نباشد، یعنی اگر گواهی دهد با الله مهربان و رسالت پیامبر، اگرچه اهل نماز ای، اهل زکات ای، اهل روزه ای، لیکن مادامی که پدر و مادر از او برادرای عزیز راضی باشد، پدر و مادر از او خوشنود باشد، یعنی هیچگاه گوییم در نسبت پدر و مادرش به احترامی نکرده، گفتم بازم این قدر اعمالش اگر پدر و مادرش از او خفه میشیده است، ببینید که این اعمال های ما، این زحمت های ما و شما برادرای عزیز یعنی یگان نتیجه برای ما و شما نمیداد. از این خاطر دادرای عزیز، برادرای خیلی گرامی، هر چندی که عصر عوض شدن هم گیرد، هر چندی تغییرات ها هم کشیدن گیرد، ولی احترام پدر و مادر در جای خود نیست. این بر تغییرات ها و این بر دیگرگون شدن و بر دیگر هیچ عوض پیدا نمی کند. پدر و مادر از مقدسات های، پدر و مادر را باید که همیشه احترام کنیم. ما و شما به قدر پدر و مادران رسید. پدر و مادرها هم در دنیا هم از بعد مرگ شونن بالای ما و شما حق کنند. خوش به حال آن کسی که مثل برادر ما فارغ الله مهربان خیرش کرده، مثال در حیات در حالتهای سختی هم دعای مادر را گرفتن، انشاءالله راضی دل مادر را یافتن. خدا قدر که انسان هم دنیا شد هم آخرت دارد. الله مهربان دعا میکنیم که این مادر را رحمت و مغفرت کنه، والدین‌ها را بازم تنیسیت ایمانی کامل است. خدای همه ما شما خدای مهربان اجر و ثواب نصیب سبب شدن که دفعه تعمیر شدن
هزارها انسانهای ناکوان صاحب عراقی شدن، صاحب خانه و در شدن. الله عزوجلال اینا را همه را خیر کند و همچون ثواب در خانه قبر مادرش و حیات مادرش الله تمام کمبودیاش عفو و مغفرت کند. الله عزوجلال خانه قبرش باقی از باقی جنت را کند. و صلی الله علیه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هر یکی شما به منزله پاسبان و پادبان یعنی از اهل خانواده خود در نزد الله سبحانه و تعالی جواب میدید. که در محله ها در قشلاق ها مثلا مالبانا و ده مرده ها وقتی که مال را بانی میکنن بیگاه یک تا آورده در سایباش میرساند، یگان تایی اگر گم شده باشد جواب میدید در نزد اون صاحبان مال. با شما برادران اهل اسلام در نزد الله حق سبحانه و تعالی از برای اون فرزندان، از برای اون جگرگوشه ها جوابگریم برادران اهل اسلام. از این رو زمانی که فرزندان به دنیا آمدن زبان اونها را با کلمه زیبای لا اله الا الله محمد رسول الله باید ما و شما زبانهای اونها را براریم، نه اینکه با اون چیزایی که کودکان را میترسن و عجین آمد و دیگر آمد از اون چیزا را در چیزی معنی هم کودک داخل کردند. چی؟ الله لا اله الا الله محمد رسول الله اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. انا میتونم تکرار کنم در معنی سری فرزندان ما و شما داخل شود. زمانی که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرزندی 18 ماهش یک نیم سالش از ماریه قبطیه ابراهیم بود، بسیار حالتی وزنین بود. بعضی مفسران میگن که پیغمبر صلی الله علیه و سلم در وقت قبر ماندن بعضی مفسرین کرام گفتند که وقتی جان دادن تلقین میکرد، یعنی چی؟ پیغمبر صلی الله علیه و سلم یا ابراهیم اذا جاءك الملائکه فقل الله ربی و رسول الله ابی و اسلام دینی. ای ابراهیم هر وقتی که ملائکه نکیر و منکر به سوی تو آمد نباشد، برای کودک یک نیم سالم هیچی است ملائکه نکیر و منکر نمیآید، برای سوال جواب نیست، او حال بلاغت در رسیدگی است. برادران پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم برای تعلیمات ما و شما کلان سالان این تلقین را کردن که تا اینکه برای ما و شما درس شود. برادران اسلام هر وقتی که ملائکه نکیر و منکر به سوی تو آمد، یعنی فقل الله ربی، از خدایت پرسید که پروردگاری تو کیست؟ بگوی الله ربی، الله پروردگاری من است، و رسول الله ابی، و پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم حضرت محمد صلی الله علیه و سلم پدری من است، و اسلام دینی من است. این الدین عند الله الاسلام، دین در نزد پروردگار عالم اسلام است. برادران اهل اسلام همین خیلی جواب بگردان، این احتیاج به تلقین ندارد. در همین زمان میگه صدای آواز گریه حضرت عمر رضی الله تعالی عنه بالا شد. پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم و سوی اهل مجلس گفتند که کی است صاحب گریه؟ کی است نفر گریه میکند؟ آیا صاحب گریه تو برای خودت گریه میکنی یا برای جان فرزند رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم گریه میکنی؟ پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم دیدن که صاحب آواز، صاحب گریه حضرت عمر رضی الله تعالی عنه است. چه چیز را میگریاند ای عمر رضی الله تعالی عنه؟ پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم گفت آیا تو برای جان خودت گریه میکنی یا برای جان فرزندی من گریه میکنی؟ پیغمبر حضرت عمر رضی الله تعالی عنه که یا رسول الله ابنك لم يبلغ الحلم ولم يجري عليه القلم. فرزند تو ای پیغمبر صلی الله علیه و سلم، او فرزند ابراهیم 18 ماه است، به سن بلاغت نرسیده است. ولم یجری علیه القلم، قلم گناه ها را ثبت کردگی نیست برای ابراهیم، یعنی فرزند پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم. اما یفعل ابن الخطاب، چی چیز میکنید؟ چی کار حضرت عمر رضی الله تعالی عنه میکند؟ لقد بلغه الحلم و جرى عليه القلم
ولم يجد ملقنا مثلك يا رسول الله. چی کند عمر ابن خطاب که زمانی که به سن بلاغت و به سن کلانسالی رسیده و جرا علیه القلم، جاری شده از قلمهای گناهان حضرت عمر رضی الله تعالی عنه را نویسنده است. ما و شما فکر کنیم برادران عزیز، عمر رضی الله تعالی عنه یعنی بعدی پیغمبر صلی الله علیه و سلم حضرت ابوبکر صدیق یعنی دویم یاری پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم این گریه را میکرد برادران اسلام. آیا ما و شما چی حضرت عمر قدر گریه را میکرد؟ ما باید زیادتر و گریه را داشته باشیم. چی میکند؟ چی فرزند خطاب و تحقیق و سن بلاغت رسیده است و قلم های گناه نویسنده است، همین گناه را کرده است، لیکن ولم یجد ملقنا مثل که یا رسول الله. لیکن روزی که عمر از دنیا میگذرد تلقین کننده مثل تو نمی آورد. معنا همین که روزی که عمر از دنیا میگذرد پیغمبر صلی الله علیه و سلم از دنیا گذشتگی است. در آن روز یعنی چی تلقین کننده مانند تو نمی آورد پیغمبر خدا. احوال عمر چی میشه؟ گریه کرد حضرت عمر رضی الله تعالی عنه. پیغمبر صلی الله علیه و سلم جواب حضرت عمر رضی الله تعالی عنه را دادن نتوانستند برادران و سوی الله سبحانه و تعالی استدعا کردند که پروردگارا جواب عمر را بده. پروردگار عالم جبریل علیه السلام را روان کرد. اسباب نزول این آیت یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاة الدنیا و فی الآخرة و یضل الله الظالمین و یفعل الله ما یشاء. پروردگار عالم این آیت را روان کرد با واسطه جبریل علیه السلام. برو به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم این مژده و این خبر را بده که یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت. پروردگار عالم ثابت قدم و استوار میگرداند بندگانی که به قول ثابت. مفسرین کرام گفتند که قول ثابت لا اله الا الله محمد رسول الله یا اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد عبده و رسوله. و همین کلمات ها چی ایمان آورد. یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاة الدنیا و فی الآخرة. در حیات دنیا ربی در زمان همه ما و شما جاری است و در آخرت چی در قبر و در روز قیامت در زمان این بندگان جاری می شود. الله سبحانه و تعالی ثابت قدم یعنی چی ثابت قدم و استوار میگرداند پروردگار عالم بندگانی که در دنیا و در قبر و در روز قیامت پروردگار عالم در زبانشون این کلمه را جاری کرد. یثبت الله الذین آمنوا بالقول ثابت فی الحیاة الدنیا و فی الآخرة و یضل الله الظالمین و یفعل الله ما یشاء. و پروردگار عالم اون نفری که در دنیا کلمه طیبه در زبانش جاری نشید، کلمه شهادت بر زبانش جاری نشید، یک بار عملی به سوی پروردگار عالم نکرد، پیشانی زیبای خود را به سجده الهی نگذاشت، پروردگار عالم اون انسان ها را گمراه دیگر میگرداند. اون انسان ها دیگر یگان در زبانشون کلمه طیبه نمی آید، چون که در دنیا شعار او بنده کلمه طیبه نبود، کلمه طیبه را در زبان نیاورده بود. روز یعنی قبرم در روز قیامتم در زبان او انسان ها کلمه طیبه نمی آید. و یضل الله و یفعل الله ما یشاء. یعنی چی ظالمین در اینجا مفسرین گفتند که انسان های ایمان نیاوردن توبه کنند. و یفعل الله ما یشاء و میکند الله آن چیزی را که میخواهد. پروردگار مادری کاریکه که یعنی بسیار یعنی نفری هست که مادر خدمت کرده در دین است، انشاءالله درجه دارد و درگاه پروردگار عالم استدعا میکنیم که خداوند بزرگ مادرمان سفر شوند به خیر، ایمانی کامل، شفاعت جناب پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم را پروردگار را با نصیب بگردان. از فرزندای این مادر این پدر پروردگار را اینقدر قاریای حافظای قرآن برآمده است در خدمت دین و در خدمت اسلام و در تعلیمات یعنی چی است طالبا هستند. پروردگارا این خدمت های قاری برادر مانه و این مادر و این پدر پروردگارا خدمت هاشون تشکیل گردان، جایشان را روضه از روضه های جنت بگردان. اللهم اعز الاسلام والمسلمین و اذل الشرك والمشركين. اللهم انصر من نصر الدين واقتل من خذل الدين. اللهم انا نعوذ بك من فتنة مسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم اهدنا الى الحق والى طريق مستقيم برحمتك يا ارحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.